برادری دو سوال مطرح کردن و گفتن اول سوالش این بود است که در مورد دعای دست جمعی بعد از نماز و دویم گفتن تلاوت قرآن بالای قبر. اول اینکه دعای دست جمعی چی بعد نماز باشد، چی بعد مجلس باشد، چی بعد دیگر از خواب کارهای خیر باشد، عموما مشروع هست و دلیلم باشد حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که هم در حاکم میگذرد هم در اسنادی طبرانی میگذرد. گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم و یؤمن البعض الا اجابهم الله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن هیچ یک قوم جمع میشوند و دعا میکند یک تعدادی اونها و دیگری اونها آمین میگد، خداوند دعای اونها را استجابت میکند، قبول میکند. و در اینجا اگر نظر کرده باشید پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع را یاد کردن، یک جمع مردم گفتن جمع میشوند و دعا میکند. این خودش دلالتی همون دست جمعی را میکند. و در اینجا اگر از نگاه اصول نظر کنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطلق گفتن و ما قاعده داریم در اصول که میگه المطلق یجری علی اطلاقه ما لم یقم دلیل تقییدی نصا او دلالتا. وقتی که قول مطلق گفته شد، مطلق در اطلاق خود می ایستد مادامی که دلیل پیدا شود که اون را مقید کند. و در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلق گفتن، مقید نکردن که چی بعد از کی باشد. بعد نماز هم انشاءالله این حدیث دلالت میکند، همچون حجت برداشت میکنن فقها. و همچنین حدیثی هست از حضرت سلمان گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رفع قوم اکفهم الى الله عز وجل يسألونه شيئا الا كان حقا على الله ان يضع في ايديهم الذي سألوه. اینم در مسند طبرانی میگذرد. حضرت سلمان گفتند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند یک قومی اگر دست میبردارد کفهای خود را بلند میکنند به سوی پروردگار و سوال میکنند، مسئلت میکنند، الا اینکه خداوند حقش بالای الله است که دستای اونها را پوچ و خالی بر نگرداند. و این حدیث ها هم دلالت میکنند برادر عزیز که دعا دست جمعی چی بعد نماز هست چی غیر نماز هست جایز هست. و اون علمایی که دعای دست جمعی را بعد نماز خواب درست میگن، همین حدیث ها دلیلاشون هستن، از آسمان گرفتگی نیستن این قول را. دویم گفتن حکم تلاوت قرآن بالای قبر. این هم یکی از مسائلی هست که خب ما چندین بار جواب هم گفته بودیم و باز هم جواب میگیم که این مشروع هست و در این آیه دلیل ها هستند و ثواب تلاوت قرآن بر صاحبان قبر ان شاء الله که میرسد. و این قولم قولای مجتهدین و فقها هستند و اعتماد میکنند به یک حدیثی که در بخاری میگذرد. من متن حدیث نمیخونم اما ترجمه میکنم. از حضرت عبدالله ابن عباس گفتند رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزد دو قبر میگذشت و گفتند که به تحقیق که صاحب این دو قبر زیر عذاب هستند و اونها زیر عذاب هستند با گناه های کبیره نی، بلکه یکی اونها سخنچین بودند، دیگری خود را از پیشاب پاک نمیکردند. و بعدا در دوام همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ عبدالله ابن عباس گفتند ثم دعا بعصیب رطب فشقه اثنین فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد ثم قال لعله يخفف عنهما. بعدا میگه بعدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخنها را گفت و یک نوده تر یک شاخه را گرفت و شکست بالای این قبر و بالای اون قبر خلانید و گفت که شاید امید هست که عذاب اونها کم می شود. در شرح همین حدیث امام نووی رحمت الله علیه چی گفتند؟ حضرت گفتند واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. گفتن حضرت امام نووی رحمت الله علیه که علما گفتن مستحب دانستن تلاوت قرآن را بالای قبر اعتماد به همین حدیثی که الان ذکر کردیم. و حضرت گفتن وقتی که یک چیزی ناجان، یک چوب بگیم
سبب تخفیف عذاب میشید از برای میت، پس گفتن تلاوت قرآن اولا هست که عذاب اون کم شد. این سخنها در شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحه 202 آمده است. همچنین حضرت امام نووی رحمت الله علیه در کتاب اذکار صفحه 173 چی گفتن؟ گفتن و روینا فی سنن بیهقی بسناد حسن ان ابن عمر استحب ان يقرأ على قبر بعد دفن اول سوره البقره و خاتمتهما. گفتن با اسناد صحیح روایت شده از در بیهقی عبدالله ابن عمر خوب میدونستند، مستحب میدونستند تلاوت قرآن را بالای قبر اول سوره بقره را و آخرش. این در کتاب اذکار صفحه 173 میگذرد. همچنین برادر عزیز امام شافعی رحمت الله علیه گفتن اگر کل قرآن بالای قبر خوانده شود فلا بأس، گفتن بلکه ثواب برای ایشان میرسد و عذاب اون قبر کم میشود به برکت قرآن. این کلی هست برادر عزیز، این احادیث ها و دلیل ها حجت میکنن. اکنون بعضی علمای هستن که میگن این عمل جایز نیست، بدعت هست. دلیل شون چی هست؟ دلیل این است که پیامبر نکرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم هر عملی که نکردن اون معنای حرام بودن و ناجایز بودن را نمیگه. ما قاعده اصولی داریم که میگه ترک فعل من افعال المصطفى لا يدل على تحریمه. یک چیز را پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کرده باشد اون دلالت ناجایز بودن اون را نمیگه. بسیاری کارها بودن، مثلا جمع قرآن را کی کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردن، در عصر رسول الله نبودن، در حیات پیامبر این را حضرت ابوبکر صدیق جمع کردن. تراویح را به شکل جماعت خواندن و 20 رکعت خواندن خب با ختم قرآن کی این را کردن؟ آیا رسول الله کردن؟ نه، بلکه حضرت عمر این را کردن. 2 اذان در جمعه اذان دوم حضرت عثمان بودن و بسیاری مسائل هست که برادر عزیز اونهایی که میگن پیامبر نکرد ما نمیکنیم، این دلیل قوی نیست. این سخن خودش سخن بی منطق است. به خاطر این دلیل ها و این حجت ها کلش برای جواز و برای درست بودنی خواب تلاوت قرآن بالای قبر هست. الله نگهدارتون باشد.